هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در این برنامه که با حضور ادبیات شناس ورزیده و روشنگر معاصر ملی استاد جمالدین سعیدزاده یک صحبت می‌آوریم اطراف مسئله کتاب ارزشمندترین ما که به عنوان سندی سرنوشت‌ساز ملی در ابتدای سده 20 مخصوصا در سالهای 20 سده 20 همچون مهمترین و ارزشمندترین سند هویت‌ساز ملی و سرنوشت‌ساز ملی خدمت کرده است. نمونه ادب تاجیک صحبت می‌کنیم و یادآور می‌شویم که سال 2026 100 سالگی تألیف کتاب سرنوشت‌ساز ملی نمونه ادب تاجیک استاد عینی هست و در این حاشیه در حاشیه 100 سالگی تألیف کتاب سرنوشت‌ساز ملی نمونه ادب تاجیک استاد عینی صحبت امروزه را دایر میکنیم و نامش هم گذاشتیم در مشورت با استاد سعیدزاده نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی سندی سرنوشت‌ساز ملی. تشکر استاد که دعوت ما را پذیرفتید و به استودیو آمدید و شما خوب میدونید که نمونه ادب تاجیک چه خدمتی کرد در زمانش هم و در شرایط امروزه هم چه ضرورت‌هایی است برای آموزش و ترغیب آن. و یک نکته مهم دیگر این که شما در سال 2024 یک مونوگرافیای جداگانه در همین رابطه با نام این نمونه ادبیات تاجیک شاهنامه دیگر است تألیف کردید در حجم 414 صفحه و در 3 باب در اطراف این شخصیت بزرگ تاریخی و مؤلف نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی صحبت کردید و در باب 3 به همین مسئله مخصوصا به همین کتابی نمونه ادبیات تاجیکی در سالهای 20 به صفت سند یا که حجتی مهمی هویت سازی ملی محسوب میشد سری اون توقف کردید و استاد از همینجا شروع میکنیم که چرا شما همین کتابتان و مونوگرافیاتان نمونه ادبیات تاجیک شاهنامه دیگر است موندید و در همین زمینه که نمونه ادبیات تاجیک چه خدمت‌های انجام داد که به صفت یک سندی مهمی سرنوشت‌ساز پذیرفته شد. تشکر. وقتی که نام موضوع رو ما سند هویت‌ساز موندیم که در باب خودشناسی و افتخار ملی خودآگاهی زنده کردن تاریخ اثبات موجودیت ملت تاجیک سخن میکنیم. پیش از همه درست با فکر ما این نام را برگزیدیم زیرا کتاب های هستند، رساله های هستند، جشن های هستند که ما چند پیش پشت سر کردیم بالفرض جشن نوروز. اینا جشن های هویت سازند. ملت ما اصلا ملت جشن آفرین است، ملت رساله آفرین، ملت کتاب آفرین است. به قول شاعر نه نام از دین نه از دانش نشان بود که بنگاهی تمدن بود ایران. و در این سلسله جشن نوروز زبان مادری ما زبان تاجیکی که اینا نه تنها مقدسات ملی ما، اینا جشن‌ها و سندها و منبع‌های مثلا خودشناسی و افتخار و هویت ملی ما محسوب میشه و خصوصا شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در عصر 10 و در عصر 20 نمونه ادبیات تاجیک این نقش بزرگ هویت ساز را انجام داده است و این فقط به سالهای 20-30 مربوط نیست. بله مربوط نیست. امروز هم نمونه ادبیات تاجیک همون نقش را که داشت همون نقش را میبازد. درباره تصنیف این کتاب سخن به درازا میکشد، یک موضوع بحث دیگر است، اما این بهوده پیدا نشده بود. در آغاز پیش سخنی کتابم آغاز سخنم این را در کردم که این جانب عینی شناس نیستم، اما از همون سالهای 20 با پدید آمدن نمونه ادبیات تاجیک در برابر نمونه ادبیات تاجیک ستایی نمونه ادبیات تاجیک ستیزی نیست شروع شده بود. به خاطر بیارید همون شعر بوی جوی مولیان رو که پنترکستان و دشمنان ملت ما
بهانه کرده به عینی تاخته بودم. بعدتر عزیزی همین گونه به نمونه ادبیات تاجیک مخصوصا در گازیت آواز تاخته بود و این اثر رو یک نوع استادینی در اسارت تذکیره ها مونده باشد و به این اثر همچون یک تذکیره بها دادم. بعدتر بکتاش در این باره و نویسنده دهقان گفته بود و همین چیز متاسفانه در عصر ما هم در پایان عصر و در اول عصر هم از نو همین گونه حمله و هجوم به این کتاب و سایر آثار استاد عینی شروع شده بود. بنابراین بنده به قول سعدی و اگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش میشینم گناه است. گفتم من ذکر کردم که من یک نفر همچون مخلصی آثار این نابغه، این علامه بزرگ که بزرگترین خدمت را در عصر گذشته بعد از فردوسی و ناصر خسرو و خاقانی و دهها شاعران ملی ما انجام دادن، شاعران شعبی ما انجام دادن، این صدرالدین عینی است که با نمونه ادبیات تاجیک به قول چنگیز ایدماتوف میگوید که آن چیزی که استاد عینی در مورد امارت عصر گذشته گفته است، این چیزی رد شدنی نیست. اما متاسفانه برعکس علمای ما، دانشمندای ما اون نوشتجات استاد عینی را در زمان بازسازی یا که بازسازی میگه یک نوع ریویزیا کرده با آثار عینی خوردگیری میکنن، مثل همون عصر گذشته سالهای 20 عزیزی گفتم، بکتاش و دیگر پن ترکستان و پن اسلامیستان بودن که به هر راه میخواستن که موجودیت ملت ما را چکار کنند؟ انکار کنند، رد کنند. و این اثر برای چه نام این اثر رو من نمونه ادبیات تاجیک شاهنامه دیگر ماندم که این اثر به قول خود استاد عینی در دهان پن ترکستان، پن اسلامیستان، آنهایی که موجودیت ملت ما را انکار میکردن مهر خاموشی زد. همان وظیفه، همان نقش را که شاهنامه حکیم فردوسی در عصر گذشته، در عصر ده اجرا کرده بود که به قول خودش که به مثابه عیسی مسیح مرده ها را زنده کرد، قهرمانان و شخصیت های تاریخی و اساطیری دوره گذشته ما را، تاریخ گذشته ما را که به فراموشی رو نهاده بود مورد فراموشی قرار احیا کرده و زنده کرد. استاد عینی همین نقش را بعد 1000 سال از نو بازدید و به دهان بدخواهان ملت ما، دشمنان ملت ما مهر خاموشی زد و با انشای نمونه ادبیات تاجیک که البته این با آزادی رسیدن ما وابسته بود، وگرنه هیچ امیر و امارت کسی نمیگفت که شما نمونه ادبیات تاجیک نویسید، از موجودیت خود به مردم، به جهانیان در یک دید. شما میدونید که با سپارش عبدالقادر محی‌الدینوف در یک مدت کوتاه این اثری طلایی، این شاهکار ادبیات ما ایجاد شد و عینی تا جایی که خودش خاکساران میگه توانسته است ادیبان ما را از بابای رودکی سر کرده، ادیبان منطقه ماوراءالنهر را از روی ضرورت برای اثبات کردن موجودیت خلق تاجیک، ادیبان تاجیک، تمدن تاجیک، ادبیات تاجیک، تاریخ تاجیک در این تذکیره به قول بعضی ها مندرج و منعکس کرد. اما بدبختانه وقتی که این جانب هنوز مقاله نمونه ادبیات تاجیک را نوشته بودم، برخی از دانشمندان چی میگم کوتاه نظر یا که اونهایی که در همون آغاز سالهای 20 به موجودیت ملت تاجیک، تشکیل شوی دولت تاجیکستان مبارزه میکردن، فرض کردیم جدیدان بودن، باسمچیان بودن، بدخواهان ملت ما، همونها از نو ظاهراً گویا زنده شدن، فرزندان آنها، پسماندگان آنها از نو به نمونه ادبیات تاجیک ساختن. و بعد مقاله من در روزنامه ادبیات سند، اگر من اشتباه نکنم، مقاله نشر شد با نام 2 مؤلف که پنجه بر شعر زدن کاری خردمندان نیست. گفتار ما را انکار کرد، رد کردن و گفتن که نمونه ادبیات تاجیک را همچون یک تذکیره شناختن، نمونه ادبیات تاجیک کجا و شاهنامه کجا. اما بنده علالفور به این مقاله جواب نوشتم، با دلیل‌های قاطع و ساطع اثبات کردم که این نمونه ادبیات تاجیک تنها یک تذکیره نیست، کتاب تاریخ است، یا که به قول عزیزی گفته باشد که در اسارت تذکیره است، از دایره تذکیره بیرون می رود. در هر مورد استاد عینی برای حفظ
هویت ما، خودشناسی ملی ما، برای نشان دادن همچون تاریخ ادبیات بودن این کتاب، همچون کتابی مستقل استقلال فکری داشتن خود استاد عینی که فقط به تذکره ها تکیه نمیکنن. مثلا در مورد شوکت بخارایی میاد میگه، شوکت میگه که به فکری دور خیالم غریب شد شوکت، میان معنی و لفظم 1000 فرسنگ است. در حاشیه استاد می نویسه که بله آره درست میگه که در مورد خاقانی اسیرالدین اخسیکتی میاد، استاد عینی خلاصه خود را دارد میگه که اگرچه اخسیکتی بر علیه خاقانی میرد و آثار خود را، قصیده خود را از او بلند میگه، اما میگه که بها میدهد بهای منصفانه که هیچگاه مثلا قصیده اسیرالدین اخسیکتی به پایه قصیده خاقانی نیست. یا که در مورد بهای دولتشاهی که به شعر فرض کردیم رودکی میدهد که گویا یک نثر ساده ابتدایی میبود جواب میده. همینطور به شمس‌الدین شاهیر که تذکره نگاران به هجومه برعکس تذکره نگاران را ستمگار گفته از شمس‌الدین شاهین دفاع میکنه. استاد ببخشید، مثلا این بود که این نمونه ادبیات تاجیک به صفت یک سندی سرنوشت صحبت کردیم. همین گپی که شما گفتید و همون ماجراهایی که در اطراف این پیدا شدن و همین که شاهنامه را درباره نمونه ادبیات تاجیک مونده، این ماجرا و هنگامه ها و هواخواهی ها شروع شد. خود استاد شکوری در مقدمه کلانی که به نمونه ادبیات تاجیک سال 2006 نوشته است، در همونجا نامانده است که نمونه ادبیات تاجیک و اهمیت تاریخی اون و در همونجا تاکید میکند که نمونه ادبیات تاجیک از روزنه یک اثر یا که سرچشمه یا یک تذکره ادبی و علمی نبینید. بله. این اثری سیاسی، اثری هویت سازی ما هست و دیگر نفرها هم هستن اونجا. اونجا سفیری وقتی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جناب آقای علی اصغر شیردوست هم مقدمه نوشته، در اونجا هم گفته است که استاد عینی با زبان فرهنگ مقاومت که از این سند سرنوشت ساده نوشته. یعنی فراتر بله کمال عینی هم اونجا مقالش هست، دیگران هم هستن در اونجا توصیف کردن این اثر و نمونه ادبیات تاجیک رو از روزنه یک اثری ادبی و اثر ادبی و مأخذی علمی دیدن غلط است. این اثر یا که این رسالت، این اثر رسالت پیش از همه سیاسی بود. بله البته رسالت سیاسی بود، رسالت مفکوروی بود، رسالت هویتی بود که موجودیت ملت را توسط شاعران حوزه ادبی فرارود از اول از استاد رودکی تا دوره تا لاهوتی و اینا اثبات کردن می‌خواست. یعنی نقش دولت سازی داشت. دولت سازی اینو برای امروز هم که اگر متاسفانه شاگردان استاد شکوری پسان شاید از سرچشمه‌های گوناگون الهام گرفته بود، از جمله از سرچشمه گفته‌های استاد شکوری که استاد عینی را به یک همچون روشنگر محدود کرده بود. در گذشته گفتم که همین کار را بکتاش کرده بود که گفتی این استاد عینی یک نویسنده دهقان محدودیت کرده بود. همین چیز تکرار شد، تاریخ تکرار میشد. گفته یعنی استاد عینی یک شخصیت بوده است، هم خودش هم آثارش که از آغاز مثل حکیم فردوسی که مثلا نیروهای بدخواه ضد ملی از محمود غزنوی سر کرده با شاعرای درباری محمود به فردوسی به شاهنامه ستیزی کردند و فردوسی هم جوابی بزرگ را داد چون در تبارش بزرگی نبود و همین چیز یعنی قسمت در استاد عینی هم تکرار شد. و من میگم که وقتی که ما نمونه ادبیات تاجیک شاهنامه دیگر است را نوشتیم، این گونه حمله به بنده شروع شده بود و ما میدونیم که گفتیم در آغاز عصر 20 به خود نمونه ادبیات تاجیک شروع شده بود و بعداً این گونه حمله به این کتاب نمونه ادبیات تاجیک شاهنامه دیگر هم شروع شد و امروز نیز ادامه دارد و این کتاب من گمان میکنم که سال 2026 100 سالگی استاد عینی تجلیل می شود، موردی بررسی جدی قرار میگیرد و من گمان میکنم اون نفرایی که مثلا میخوان که آثار عینی را بازسازی کنند، از نگاه نو از نقطه نظر تحلیل و بررسی کنند و به نمونه ادبیات تاجیک به نگاه کمبینی نظر کنند، به کتاب بنده تازن که واقعا برای جایزه پیشنهاد شده بود، یک گروه همون مافیا به این تاختن و این کتاب را به ارزش برآورد. من گمان میکنم که نقد سالم، نقد منصفانه نشان میدهد که این کتاب
برای دفاع از پدر ملت تاجیک، قهرمان تاجیکستان به قبل عبدالواجد زیدار که این از مقدسات ملت ما محسوب میشد و کسی حق ندارد که با این کتاب چیکار کند؟ تازد با استاد عینی خوردگیری کند. اون خدمت بزرگی که در یک وهله بسیار مهمی زندگی ساز و سرنوشت ساز ملی استاد عینی نوشته است. این کتاب هرگز نمیتواند که مورد حمله و هجوم نیروهای بدخواه که در اون زمان هم و امروز هم با نوهای گوناگون با سببهای گوناگون مثلا سفید کردن باسمچی و خب جدیدان اندیشه های زید و نقیص پیدا شده است. مثلا سرقات ادیبان و عالمان میخواهند که یک گروه ناچیز شاید بوده باشد که همه چیز را از نو نگاه کنند و در پرتو مثلا اون نیروهای بدخواه اونها را قهرمان اثر خود قرار دهند، به جای مثلا آدینه، به جای داخونده فرض کردیم، به جای پولاد، به جای گلرو. من گمان میکنم که تیرش خاک میخورد و مهمترین برد ما من گمان میکنم از استقلال است که محض در زمان استقلال نمونه ادبیات تاجیک یک باره در سال 2010 در 2 نشریات موردی نشر قرار گرفت، مردم به این اثر آشنا شدن. ما در خاطر داشتیم که استاد عبدالحی محمد امینov با ما کورس مخصوصی نمونه ادبیات تاجیک در تدریس میکرد. در دوام 70 سال نمونه ادبیات تاجیک را در محدوده اقتباس مردم میشناختند. ببینید یعنی ما چگونه به قهرمان تاجیکستان، به این مرد بزرگ مناسبت کردیم که در طول این سال متاسفانه همین شاهکاری نشر نشده بود. من گمان میکنم که از فیض استقلال این شاهکاری نشر شد. یک نکته که ضرور است گفتنش، شما تصور کنید وقتی که همین کتاب استاد عینی قرارداد بست با چنانی که گفتید میرزا عبدالقادر محی‌الدینوف که رئیس شورای ناظران بر عهده داشت، در اونجا همگی در مدتی 5 ماه نوشته است. بله. از سپتامبر از ماه مارس قرارداد بسته شد. الکی 30 سپتامبر همون نقطه اخیرونه که در کتاب نمونه ادبیات تاجیک است، در نقطه خلاصوی استاد عینی 30 سپتامبر شهر سمرقند تاکید شده است و استاد لاهوتی میگوید که 30 آگوست الکی کار به انجام رسیده بود و در حجم 40 جزء چاپی نمونه ادبیات تاجیک روی دست قرار داشت، برای چاپ آماده بود. یعنی در مدت 5 ماه نوشتن 70 سرچشمه را دیدن، هزاران منبع‌های دیگر را با از هزاران نفرای دیگر اطلاعات گرفتن و وقتی که ما بها میتیم باید که شرایط فضا و وقت به نظر بگیریم که امروز مثلا در مدت همین قصار ما حالی تذکیره ننوشتیم. شما تصور کنید که نمونه ادبیات تاجیک در اون مهلت و در اون گپی که شما گفت در اون وهله حساس تاریخی نوشتن آسان نبود و این کار انجام داد و قهرمانی کرد دیگه. و او من بهوده از استاد شکوری مثال نآوردم. شکوری این نکته رو مخصوص تاکید میکند که این کتاب رو از دایره از روزنه یک اثر ادبی و ماخذ علمی نبینید. این اثر سیاسی، اثر هویتی، اثر مفکوروی ما هست، اثر تاریخی ما هست. و خود استادم در جواب به زنمینسکی در پاسخش نوشته است که من فرموده تاریخ به جا آوردم. بنابراین ما هم باید به قدری این کتابی که در او زمان وظیفه رسالت بزرگ خود را انجام داد و امروز که شما از اون مثلا بحث و مناقشه و مناظره هایی که در اطراف و اصطلاح ریویزی اصول بزرگان ما می روند، امروز هم این کتاب نشان می‌دهد که چگونه کتابی است که امروز هم با این ما می توانیم مبارزه بریم و در دایره یک برنامه هویت سازی ملی با نفرانی که بدخواه ما هستند با البته نفرایی هستند که البته انتقاد نقد ضرور است، لیکن نقدی که بر منفعت ما نیست، نقدی که منفعت ملت و در تناقض با منفعت‌های ملی ما هست، اون نقد هیچگاه نمیتواند که منصفانه باشد. او وقت نمیتواند که آرمان‌های ما را انجام دهد. اینجا بسیار درست گفتید که در اون سالهای 20 تصور کنید و امروز از این دیدگاه ما باید بهانه نتیم و اثر به امروز بریم. میگد استاد جعفر خرسندی برادر ناهمتن لاهوتی که همه از کوشش پیشینیان است
اگر آسایش اکنون تو داری این بله. شرایطی که ما امروز داریم در اون گذشته در اون وقت نداشته. خودی که استاد رحیم هاشم نقل میکند که میگد بعضی کتابا را که استاد این بعضی سرچشمه ها را نمیافت، میگد بعضن یگان شخصا را روی میکرد، اگر در وقت میگد کار میکرد که بسیار ضرور باشد، میگه خودش میگه یک روز میگه به خانه من تق تق زده که دیوان ناظم هیروی در کار شده است، میگه خودی استاد عینی آمده است. این کار قهرمانی است، این کار فداکاری است، یک کاری ساده نیست است که ما چی راههایی را پیمودیم. میدونیم که مثلا همین تاجیکستان شوروی را چی نو ساختند اینا، مثل استاد ابوالقاسم لاهوتی با مثلا ماشینکه گرفتن، همه چیز را از صفر سر کردند. از این دیدگاه ما باید به این اثر نزدیک شویم و به همون فضا بله. و به همون خدمت‌های خدماتی که اونجا انجام دادن. بعد بینیم که بعداً این اثر من گمان میکنم که یک تکانی بود برای پیدا شدن شاه اثرهای دیگری. خودی استادم معذرت خودی استادم در آخر در خلاصش میگوید که من یک کار کوچک انجام دادم و بسیار خاکساری میکنم خاک رو بله و میگد این جوانای قابلی در کار که این کاری من کلان کنن، بزرگ کنن، گسترش بخشند، این کتاب گسترش یابد با اخبار نو، با اطلاعات نو. تشکر زیاد استاد. یک چیز دیگر را بگم که استاد عینی در مورد حمله هایی که به او میشدن همیشه جواب میگفت. برای همین من گمان میکنم که هر کسی که یک چی میگن و فرهنگ و تمدن ما غمخوار است، یک هویت دارن، چهره های هویت، عالمان هویت ساز در کدام ساحه فرق ندارد که استاد عینی که پدر ملت ما باشد، که این عنوان از روی گفته استاد شکوری که بابا جان غفورов با پدر ملت داره. من گمان میکنم که ما به دفاع پدر ملت همیشه تیاریم و این کتابی بنده هم ذکر شده است که همچون نبیرگان استاد عینی ما برای منصفانه به موضوع نزدیک شده استاد عینی را تا جایی که میتوانستیم از شر این بدخواهان و بدگویان دفاع کرد. تشکر زیاد استاد، زنده باشید. من باور دارم که حالی سال 2025 است، در امتداد سال 2025-26 هم صحبت‌هایی در رابطه با استاد عینی و شاهکاری‌هایی که انجام دادن، از جمله این شاهکاری بزرگ هویت سازی استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک حتما صحبت میکنیم و باور دارم که بینندگان ارجمندم از آن صحبت و گزارش‌هایی که شما کردید چیزهایی برداشتن و در دفاع این چهره بزرگ تاریخی ما قهرمان تاجیکستان حتما کوشش میکنند و تلاش می‌ورزند. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام. ایام بکام.